صبح شنبه هفته سپری شده رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده و معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان سمرالدین علیزاده در مجلسگاه مقامات اجرایی حکم دولتی شهر خوجند با اشتراک معاون رئیس شهر، راهبر دستگاه رئیس شهر، راهبران شعبه و ساختارهای شهر و مسئولین دخلدار روز قبول شهروندان را برگزار نمودند که در این روز 36 نفر شهروندان با مسئله‌های گوناگون به شهردار مراجعه نمودند. شهروندان وابسته به مسائل کمک معالجوی، ساختمان، بحث زمین، آبادی محل، تامین با جای کار، تعمیر بام خانه و غیره مراجعه نمودند. رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده و مسئولین دخلدار جهت سری وقت بررسی نمودن مراجعت‌ها در اساس طلبات قانونی جمهوری تاجیکستان درباره مراجعت‌های شخصان واقعی و حقوقی دستور و سپارش‌های مشخص داد. در میان مراجعت‌ها شهروندان نیز بودند که بهر آبادی محل و شهر حصه‌گذاری نموده‌اند. رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده به شعبه و اداره‌های مربوطه دستور داد که چنین اقدامات سازندگی را سری وقت دستگیری و برای پیش بردن آن مساعدت فعال نمایند. باید قید نمود که هر هفته روزهای چهارشنبه و شنبه روزهای قبول از جانب رئیس شهر خوجند فردوس شریفزاده در بینای مقامات اجرایی حکم دولتی شهر خوجند برآمده شده است.